السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنامی خداوندی بخشنده و مهربان بی نهایت با رحم. از همه دلخواهش دوستان و برادران عزیز، اپاها و خواهرها، اکاها و دادرها، همین ویدیو را انشاءالله که با دقت گوش اندازین و با دیگران برسانین. خیلی که بلاگرها میگن خیال میکنیم که ما هم حق داریم بگیم مثل همونها، یعنی لایک مونین و کامنتاری بنویسین و پدیلی سکنین تا اینکه دیگران همین را ببینن. یعنی انشاءالله که ما این روز حرکت میکنیم تا اینکه سوره هایی که باید ما و شما بخونیم که همونها یعنی برای ما شما شفا بخش هستند، یعنی ضد سحر و جادو هستند و ضد جن شیاطین هستند. یعنی از این سوره فاتحه را اکثریت ما شما میدونیم، چند مرتبه درس کردگی بودیم سوره فاتحه را. خلاص گپ که حاضر آیت الکرسی را انشاءالله که میخونم با همراه ما بخونین و با دیگران برسونین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر شخصی که برای یک کار خیر دلالتی میکنه در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه و مثل آن شخصی که او را انجام داده است. من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله. هر شخصی که برای یک کار خیر دلالتی میکنه در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه و مثل آن شخصی که او را انجام داد. انشاءالله که هر شخصی که را گوش کرد و خون ازیاد کرد انشاءالله که در نامه اعمالش ما چنین اجر ثواب نوشته میشه. که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر شخصی که از کتاب الله یک کلمه بخونه، یک حرف بخونه، در نامه اعمال یک اجر میشه، یک اجر نوشته میشه و یک اجر مبدل به 10 میگرده. و مخاطب دوستان عزیز انشاءالله که یازم آیت الکرسی میخونیم با همراه ما تکرار کنیم تا اینکه از اجر ثواب، از پاداش اجر ثواب خفا نمانیم. انشاءالله که شروع میکنیم، با دقت گوش کنین و از یاد کنین. انشاءالله که امیدوار هستیم که از اجر ثواب خفا نمیمونین. السلام علیکم. خب دوستان و برادران عزیز، انشاءالله که شروع میکنیم سوره آیت الکرسی، چون هم گفتیم که یعنی برای کاری خیر دلالتی کنین انشاءالله که از اجر ثواب پاداش خفا نمیمونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. یعنی یک مرتبه آهسته آهسته میخوانم، ببینید دیگه جایی که یک خطاگی دارین همونجا را یعنی یک کروگ لیمونین که تو اینکه خطاگی را اصلاح کنین. خب لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خب خلاصی آهسته آهسته خواندیم. انشاءالله که دفعه دیوم یعنی هر یک آیت آهسته آهسته میخوانم با همراه ما تکرار کنین. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. اکثریت مردمی که سحر و جادو دارن حرکت کنن، یاد بگیرن همین آیت رو، همین آیت الکرسی را و بستین همین را باید بخونن در آب شوف کنن، بخونن بستین با ذکر باشن تا اینکه همون سحر از همین ها بیزار شون ببروین بروان. خب انشاءالله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لا اله الا هو الحي القيوم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. یعنی بهتر و خوب افضل ترش که اگه تسبیح بگیرین مثل هم تسبیح یا که دیگه خیلی تسبیح هم باشن، خلاصه گپ که میتونم بگیرین هر یک آیت خونده. مثال بگیریم الله لا اله الا هو الحي القيوم، گفته یک مرتبه دادین، هشت مرتبه خوندین. میگذاریم آیه دیگه، یعنی لونش میکنیم با دیگه آیات. لا تأخذه سنة ولا نوم. 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 خلاص گپ که 8 مرتبه که خواندیم میگذاریم دومش و نولش میکنیم. له ما في السماوات وما في الأرض. 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 يعني هاش مرتبة خوانده مگذارم در آیه يعني دیگرش. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حردش عينا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. 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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 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 هش مرتبه خونده میگذاریم در آیه دیگرش. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 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 اگذاریم بدیگرش. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. بعضهم میگوین وسع كرسيه السماوات وما في الأرض، میگن اعوذ بالله دیگه این حرف ها وجود ندارن. برای همون میگوییم وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. در بعضی وجه ششتم همون جن ها یعنی همجره وما في الأرض اضافه میکنن، قش میکنن، اون خاطر ایجا وجود نداره. حرکت کنن به خطا ازیاد کنن. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما.
ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم. خب شروع میکنیم از اول. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی خوندیم وقتی 7 مرتبه خوندیم 3 مرتبه دی اول تا آخر میخونیم ان شاء الله که خطاگی اصلاح شدگی. حرکت کنین ازیاد کنین، یک بار نشید دو بار نشید، حرکت کنین حد اقل در روز یک سوره ازیاد کنین ان شاء الله که نور علی نور میشوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یک مرتبه خوردیم یک مرتبه دیگه میخوانیم ان شاء الله که با هم رای متکرر کنین. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دمرت بشد يعني دفعي سيمشى أو يستوي يخونيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. خب ان شاء الله که ابو نشین و با دیگران برسانین تو اینکه از پاداش اجر ثواب یعنی دور نمانین و قدر امان الله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.